با درود خدمت دوستان. به چند تا از سوالایی که دوستان پرسیدن میخوایم جواب بدیم. اولی اینه که از چه نمادهایی در کنار دفینه‌ها استفاده میشد؟ اغلب خورشید، ستاره، رخ، کاسه تراش که همون جوغان هستش، بعد نماد آیینی مانند صلیب، بیرق زمان یعنی برای همون وقتشون، یا چهره شاهی و نسخه‌های سنگی برای دفین‌ها استفاده می‌شده. سوال بعدی: آیا غارهایی که به عنوان مقدسگاه یا معابد استفاده می‌شده کار دست بشر بوده؟ خیر. به جز جاهایی که دستکاری کردن، یعنی مانند جاهای مشعل، اتاقک‌ها، چاه‌های مورد استفاده که از غارهایی که موجود بوده قبلا و خلقتی بوده با کمی کار کردن توی این غارها مکان مورد نظرشون رو درست می‌کردن.